نام قلعه فتح‌الله در کابل و افتخار فتح‌الله خان سدوزایی یکی از سرداران وفادار و برجسته دوره تیمورشاه درانی نامگذاری شده است. فتح‌الله خان کی بود؟ فتح‌الله خان سدوزایی ملقب به وفادار خان در زمان سلطنت احمد شاه درانی از ملتان به قندهار آمد و سپس در دوره تیمورشاه به کابل منتقل شد. او به عنوان ندیم خاص شاه شناخته می‌شد و در مقابله با تهدیدات علیه سلطنت نقش مهمی ایفا کرد. در یکی از مهمترین رویدادها زمانی که عبدالخالق خان با لشکر بزرگ به کابل حمله کرد و تیمورشاه در بالاحصار کابل محاصره شد شتافت. او با حمله شبانه به لشکر عبدالخالق موجب شکست دشمن و اسارت عبدالخالق خان شد. این اقدام و وفاداری و شجاعت او را نشان داد و به همین دلیل لقب وفادار خان را دریافت کرد. چرا منطقه به نام او نامگذاری شد؟ با پاس خدمات و وفاداری فتح‌الله خان به سلطنت، منطقه‌ای در کابل به نام قلعه فتح‌الله نامگذاری شد. این منطقه امروزه یکی از محلات معروف شهر کابل است و نام آن یادآور نقش تاریخی و وفاداری این سردار برجسته است.